خیلی خوب، آماده ای؟ آره؟ آمادم. خیلی خوب، 5 4 3 2 1. دنیا سریعتر از همیشه در حال تغییره. تحولی که طی دهه‌ها صورت می‌گرفت حالا ظرف چند سال یا چند ماه رخ میده. اون چه الان شاهدش هستیم تصور باطل مردم طی 10 سال در این مورده که محل کار محل ایمنه برای اینکه بقیه زندگی رو اونجا بگذرونن. برای نخستین بار در تاریخ ملت ما بچه‌ها زندگی به خوبی والدینشون ندارن. شاهدیم دوستانمون اخراج میشن، نزدیکان اخراج میشن و مشکل مالی دارن. مردم اضافه کاری میکنن، کم حقوق میگیرن و همگی وقت کمتر و آزادی کمتری دارن. تحت فشار دائم زندگی میکنن و این وضع بدتر هم میشه. و حتی اگه صاحب کار دوستتون داشته باشه بازم میتونه اخراجتون کنه. ایرادی در کاره وقتی میبینیم صبح دوشنبه میزان حملات قلبی 35% افزایش پیدا میکنه. تکنولوژی شتاب گرفته، امنیت شغلی کم شده. به نظر نمیرسه که روش‌های قدیمی گذران زندگی به اندازه گذشته کارایی داشته باشن. در تمام جنبه‌های زندگی راه بهتری وجود داره به نسبت اونچه که در گذشته وجود داشته. اینجا بهترین کشور دنیاست. با این حال خیلی از مردم همیشه شکایت دارن و بدبین هستن. همه از روش‌های گذشته ناله میکنن و به خودشون میگن ببین چه خبره، ببین چه فرصت‌هایی وجود داره. از اونجا که بخش اعظم زندگی ما با کار کردن و کسب درآمد میگذره، بسیاری از مردم به این فکر میکنن که باید راه بهتری هم باشه. بزرگترین چالش در دنیای امروز پول درآوردن نیست، اینه که با مردم فقیر و بی خانمان چی کار کنیم. مردم از این واهمه دارن که تصمیم غلط بگیرن. مردم از ناشناخته ها میترسن و میترسن که نکنه مهارت کافی نداشته باشن. خوب گوش کنید. دوران صنعتی تموم شده، مرده، داره میمیره. به همین خاطر دانشگاه رفتن برای پیدا کردن کار فکر کهنه. انتظار برای حقوق ماهانه مال دوران صنعتی شدن. ظهور کارآفرینان در جستجوی راهی بهتر. تلاش برای یافتن پاسخ چیزی است که امروز ما رو اینجا جمع کرده. من اریک وور هستم و تقریبا 30 ساله که یک کارآفرین هستم. گاه مشکلاتی داشتم اما در نهایت موفق شدم. به عنوان نویسنده، سخنران و صاحب کار تجاری تمام وقتم رو صرف کردم تا به میلیون ها آدم در سراسر دنیا در جهت کارآفرینی کمک کنم و شدیداً معتقدم که برای کسب مخارج زندگی در واقع راه بهتری وجود داره. چشمانداز شغلی به شدت تغییر کرده و بسیاری از افراد هنوز به روشی کار میکنند که متعلق به گذشته است. اون چه برای نسل‌های گذشته کارایی داشت، برای نسل امروز کارایی نداره. در این فیلم دنبال پاسخ 3 سوال بسیار مهمیم. اول، واقعا در زمینه کاری در دنیای امروز چی میگذره؟ دوم، در اقتصاد جدید آیا بهتر کارآفرین بود یا امتره که برای دیگری کار کرد؟ و سوم، اگه شخصی تصمیم بگیره کارآفرین باشه و تجارت خودش رو راه بندازه، چطور میتونه بدون ریسک بالا اقدام بکنه؟ برای کمک به این سفر جمعی از بزرگترین متخصصان و اندیشمندان کارآفرینی رو دعوت کردم تا حقایق رو با شما مطرح کنند. و قصد من ارائه اطلاعات جدید به شماست که اجازه میده دست به انتخاب‌هایی بزنید که با روش‌های قدیمی و از کار افتاده محدود نشده. پس شروع میکنیم با درک اون چه امروز در زمینه کاری میگذره. به بیکاری توجه کنین. 30 تا 40% مردم کار نمیکنن، اما میتونن کار کنن. کار دولت اینه که اگه ظرف 6 ماه کاری پیدا نکنید شما رو شاغل نمیدونن و فرض بر اینه که از نیروی کار خارج شدید. من اغلب میگم بیکاری، به ویژه بیکاری ساختاری، یعنی بیکاری که ناشی از تغییرات تکنولوژیکه، اولین نشانه رشد اقتصادیه. فرض کنید 10 نفر توی جزیره زندگی میکنن و هر روز میرن ماهیگیری. یه روز یه تکنولوژی جدید به بازار میاد، یه نفر یه تور به جزیره میاره. حالا با استفاده از تور یکی قایقو میرونه، یکی تور میندازه. 2 ماهیگیر میتونن کار 10 ماهیگیر رو انجام بدن. این یعنی 500% افزایش تولید و کار 2 نفر به جای 10 نفر. ظرف 1 روز انداختن تور آموزش زیادی به جای قلاب نمیخواد. حالا جزیره یه مشکل داره، 80% بیکاری. اما اونا هنوز ثروت ماهیگیری رو دارن چون 2 نفر به اندازه 10 نفر ماهی میگیرن.
البته در تاریخ که به عقب میریم میبینیم این تغییرات هزاران سال طول میکشیده و در طی این زمان مشاغلی مثل زراعت و حمل و نقل به وجود اومده. بعضیا پزشک شدن، بعضیا معلم و تمام این مشاغل توسعه پیدا کرد و رسید به کارهای تولیدی. امروز این تغییرات همپای پیشرفت‌های تکنولوژی عملاً در یه روز اتفاق میافته و ما ساختار اجتماعی روبرو شدن با اون و یا بازآموزی افراد بیکار رو نداریم. خب مسئله دیگه‌ای که به نظرم جالبه اینه که وقتی به جای جای کشور سفر میکنم متوجه میشم طوری که ما کار میکنیم و اونطور که دستمزد کارمون رو میگیریم داره به شدت تغییر میکنه. در مقیاسی جهانی همه چیز داره زیر و رو میشه. به خاطر پیشرفت سریع تکنولوژی ها بسیاری از مشاغل در حال حذف شدنه و خیلی از افراد آمادگی لازم برای کارهای موجود رو ندارن. بسیاری از تقاضاها در مؤسسات عمومی منجر به خروج اضافی ها شده و تا سرحد ممکن و توان کارگران اضافی رو حذف کرده. از نظر من امنیت شغلی و اطلاعات قدیمی شده، اما هنوز در سیستم آموزشی تدریس میشه و مشکل دقیقاً همینجاست. هیچ سیستم آموزشی بر امور مالی مبتنی نیست و افراد هنوز آموزش میبینن که کارمند بشن و منتظر چک حقوقشون باشن. این نموداری مربوط به طبقه متوسط. اتفاقی که در این طبقه میفته اینه که درآمد تحصیل کرده ها سالهاست رو به کاهشه، اما والدین هنوز میگن برو مدرسه که کار پیدا کنی. حالا چه اتفاقی برای بخشی از طبقه متوسط میفته که از این نمودار خارج میشن؟ خب تبدیل میشن به اونچه که به کارگر فقیر معروفه. این اتفاقیه که برای کارگر فقیر میفته. میگن فقر ریشه‌کن شده. شاید فقر ریشه‌کن شده باشه، اما فقر کاری در حال افزایشه و این نمودار دریافت کوپن غذاییه. الان دریافت کوپن غذایی داره در آمریکا سر به آسمون میزنه، چون افراد حقوقی که برای گذران زندگی لازمه دریافت نمیکنن. اغلب مردم فشارهای مالی رو تجربه کردن که به نظر من نسبت به گذشته خیلی شدیدتره. اگه برای خودتون کار نکنید اون وقت با وضع بسیار دشواری روبروید. امروز اگه بخواید آیندهتون رو کنترل کنید طرح 40-40 عمل نمیکنه. اینکه از دانشگاه مدرک بگیرید و کار پیدا کنید و هفته 40 ساعت به مدت 40 سال کار کنید، اون دوره گذشته. خب یه نفر که بهش اعتماد دارید باید بهتون بگه جریان چیه و این مسئله بسیار جالبیه. آدم‌ها برمیگردن دانشگاه چون میگن برمیگردم مدرسه و یه شغل خوب پیدا میکنم، اما این اتفاقیه که برای برنامه سلیمه‌ای که وام دانشجویی میده میافته. وام دانشجویی افزایش پیدا کرده. الان بیش از 1 تریلیون دلاره و بدهی وام دانشجویی بدتر از بدهی کارت اعتباریه. خب وقتی بدهی کارت اعتباری بالا میره، دولت شما رو میذاره کنار بدهکاران وام دانشجویی. اما مسئله بدهی وام دانشجویی اینه که هرگز بخشیده نمیشه. در مورد بدهی کارت اعتباری میتونید اعلام ورشکستگی کنید و همه چی بخشیده میشه. اما در مورد بدهی وام دانشجویی حتی با اعلام ورشکستگی هنوز بدهکارید. این بدترین نوع بدهیه. حالا در صفحه بعد اگه به این نمودار نگاه کنین، وضعیت دریافتی فارغ التحصیلان دانشگاهی رو میبینید. مرتب در حال سقوطه. بنابراین میرید دانشگاه و بدهی وامو تحمل میکنید اما پول کمتری در میارید. خب این عمل عاقلانه نیست. یه فرد متوسط که یک عمر در آمریکا کار کرده، عمر کاریشو در 65 سالگی با دارایی تنها 40,000 دلار تمام میکنه. فقط پولی در آورده که زنده بمونه. فکر میکنم در ایالات متحده چیزی حدود 17 تریلیون دلار بدهی داریم. این فقط بدهی دولت فدراله. حدود 2 تریلیون هم بدهی شهرداری است و در جمع میشه گفت حدود 20 تریلیون دلار بدهی دولته و 40 تریلیون دلار بدهی بخش خصوصیه که مجموعا میشه حدود 60 تریلیون و بعد هم چیزی که قبلا باهاش روبرو نبودیم اونم بخش بدون بودجه تامین اجتماعیه که شامل مراقبت‌ها و کمک‌های بهداشتیه. این بخش بر اساس محافظه‌کارانه ترین تخمین‌ها از سوی شرکت‌های غیر وابسته چیزی حدود 67 تریلیون دلاره، یعنی بیش از کل سایر بدهی‌ها. تخمین‌های نچند محافظه‌کارانه عدد 84 تریلیون رو مطرح می‌کنن. با تخمین‌های محافظه‌کارانه ما 127 تریلیون در مجموع بدهی داریم. بدهی نوعی مخدر مالیه. وقتی میزان بدهی رو بالا میبرید مثل مصرف مخدراست. مسلماً حالتون بهتر میشه، عملکردتون بالا میره، اما با هزینه بالا که در نهایت شما رو میکشه و این اتفاقیه که میفته. مرتب بدهیتون رو بالا میبرید اما نتایج ضعیف‌تری میگیرید. درست مثل مخدر تا جایی که بدهیتون اونقدر بالا میره که کل سیستم رو متلاشی میکنه. بدهی 82 برابر تولید ناخالص داخلیه. میدونین برای کی تأسف میخورم؟ برای کسی تأسف میخورم که زورش میاد بره سر کار. اونی که صبح دوشنبه براش تهوع‌آوره و زنگ ساعت نفرت داره و کسی که روز چهارشنبه یکم امیدواره چون وسط هفته است و
بعد میگه خدایا شکرت که جمعه رسید و برای اون 2 روز آخر هفته زندگی میکنه، بلکه بتونه خودش باشه، چون مجبور نیست با افرادی باشه که دوست نداره، مجبور نیست تو اداره سیاست بازی کنه و لزومی نداره نصف نیمه زنده باشه. آدمی که 50 هفته در سال کار میکنه فقط برای اینکه بتونه 2 هفته بره تعطیلات. میدونین برای اکثرشون چی پیش میاد؟ این روزا تعطیلاتی ندارن، تو خونه میمونن، از کارشون فارغ شدن اما نمیتونن جایی برن که میخوان، چون محدودیت مالی دارن، کلی بدهی دارن، مسائلی پیش روشون، از زنگ ساعتشون متنفرن، خوابشون نمیبره تا از پا درن، بخش اعظم زندگیشون توی ترافیکن. من قصه میخورم برای این جور آدما، به خاطر اینکه راه بهتری وجود داره اما اونا نمیدونن. برای من خیلی جالبه که شخصیت اونها رو در یک بازی 6 گوشه ببینم. حس میکنم اونا همه مثل همن و تنها فرقشون مکان اونها روی تصاویره، چون تصاویر متفاوتی وجود داره، یکی اسمش جنیه، اون یکی اسمش سوجاره، اما هر دوشون یه نفرن. این وضعیت اوناست، درست مثل زامبیا، نه لذتی میبرن و نه شادن. این موقعی که اتاق کارمون رو تزیین میکنیم فقط یه کار احساسیه و انگار باعث اعتبارمون میشه که میز کارمون مرتب باشه. اساس زندگی اونا نگرانیه. من نگرانم که نکنه اخراج بشم، نگرانم که شرکتم ورشکسته نشه، نگرانم از اینکه نتونم با صرفه‌جویی صورت حسابامو پرداخت کنم، نگران اینم که چطور بچه‌مو بفرستم دانشگاه، نگران این که نکنه گیربکس ماشینم خراب بشه. خب اون وقت نمیتونم تعمیرش کنم. مردم زندگیشون با نگرانی میگذره و وجودشونو میخوره. این علائمیه که مردم در حالت افسردگی باش روبرو بودن. اونا دنبال بازی برای استخدام بین اتاقکا نبودن، اونا دنبال کار بودن. کار چیزیه که آدما دنبالشن، شغل فقط یه مقیاس اندازه‌گیریه. کار چیزیه که آدم دنبالش میره. وقتش تو آینه نگاه کنیم و بگیم اقتصاد جدا نیست، اقتصاد مال منه، دنیای جدیدیه که من الان توشم و باید بهترش کنم. منتظر اقتصاد نمیمونم که به سراغ من بیاد، چون صادقانه بگم اقتصاد فعلا اوضاع خوبی نداره. خب من اومدم وال استریت، مرکز مالی تمام دنیا، پایتخت مالی دنیا. در اینجاست که پول اغلب افراد مدتی در اختیار دیگرانه، درسته؟ وقتی نرخ بهره بانک ها عملاً در حد صفره و بسیاری از کارشناسان معتقدن در حد صفر میمونه حتی ظرف 10، 20 و یا شاید 30 سال آینده، مردم احساس میکنن چاره‌ای ندارن جز اینکه آیندهشونو بذارن تو سهام، آیندهشونو بذارن تو دستان افراد دیگری در بازار سهام، به این امید که نرخ سهام بره بالا، به این امید که سهام اونا که با مشورت کارشناسا خریداری شده بره بالا. گمونم این یکی از روش هاست، اما باور شخصی من اینه که اگه آینده‌تون رو به دست خودتون بگیرید، به عبارت دیگه شما شخصاً قدرت داشته باشید، فکر میکنم سرمایه گذاری بهتری میکنید تا این افراد. به نظر من کنترل آینده به وسیله خودتون خیلی بهتره تا اینکه پول بازنشستگیتون رو در اختیار این افراد بذارین. درآمد متوسط یک خانواده در ایالات متحده حدوداً سالی $50,000. در گروهی که بهش میگن طبقه متوسط، برای رسیدن به 25% بالای سطح درآمد باید حداقل سالی $90,000 درآمد داشته باشید. برای رسیدن به 10% بالای درآمد $140,000 لازمه. برای 5% بالا $190,000 و برای رسیدن به 1% بالا باید درآمد سالانه خانوادگی حداقل $380,000 داشته باشید. حالا سوال اینه، فکر میکنید چی به شما این فرصت رو میده که برسید به 10% بالا، 5% بالا، 1% بالا و بالاتر از اون؟ به عقیده من و به عقیده بسیاری از کارشناسان پاسخ اینه که یک کارآفرین باشید، بشید رئیس خودتون. به نظر من باید صاحب کار باشید. من نمیدونم، تنها مواقعی که من این حرفو به کسی میزنم زمانیه که به من بگه تسلیم شده. تنها به افرادی میگم که از نظر روحی ضعیف شدن و خستن از کارمند بودن و
دقیقاً همین احساسه که شما بعد از زمین خوردن دوباره کوله پشتیتون رو بر می‌دارید، اراده می‌کنید برگردید به اردوگاه. در واقع صرفاً از روی دلسوزی نیست که من این حرف‌ها رو به کسی میزنم. چیز دیگه‌ای که زندگی رو لذت بخش میکنه اینه که بتونید صاحب کار خودتون باشید و حتی از تو خونه خودتون کار کنید. من به این افراد همیشه میگم ای کاش منم میتونستم این کارو بکنم. کارآفرین بودن اینه که ریسک کنید، مبتکر باشید و خستگی ناپذیر و بتونید تصوری فراتر از وضع موجود از خودتون داشته باشید و نخواهید زندگی رو به همین شکل قبول کنید. کارآفرینای بزرگ رو ببینید، بینش بالا و جسارت زیادی دارن. مایلن امروز دست به کاری بزنن که دیگران به فردا موکول میکنن و در نهایت نمیتونن. اول باید به اقتصاد کلی و اقتصاد خودتون فکر کنید. من اقتصادم مال خودمه. انسان کارآفرین صاحب کنترله. من تصمیم میگیرم اقتصاد چه اثری بر زندگی میذاره. در زندگی کارآفرین محدودیتی وجود نداره. میتونید هر چقدر بخواید درآمد داشته باشید. البته بسته به میزان کارتون و هوشمندیتون و افرادی که دور خودتون جمع کردید. هیچ کاری نیست که ارزش یک عمر رو داشته باشه به جز کارآفرینی. چرا تو آمریکا که هر کس میتونه هر کاری بکنه مردم حاضر میشن از آزادیشون دست بکشن و تبدیل بشن به نوعی برده مدرن که بهشون میگن ساکت، 7:30 صبح میای 5:30 میری، هر کاری هم میگم انجام میدی. افرادی که کارآفرین میشن و برای خودشون کار میکنن گزینه‌های دیگه‌ای هم داشتن، اما ریسکش بیشتر از اونی بوده که فکر میکنین. هر نوع تجارت خرده فروشی، ساختار خرده فروشی بی اندازه پرهزینه است. حتی برای مغازه‌های کوچیک فروش ماست که به کمک چند دستگاه ماسبندی طعم‌های مختلف رو تولید می‌کنند. باید 200,000 دلار سرمایه گذاری کنید که ماس فروشی باز کنید. دلم میخواد یه مغازه دانکین دونات بخرم، اما شروعش $500,000 پول میخواد. من همچین پولی را تو حسابم ندارم. ریسک کردن و باختن 2-3 بار سراغ هر کسی میاد، حتی آدمای بزرگی مثل برانسون که من خیلی طرفدارشم. نصف شرکتاش جواب نمیدن. 1,000,000 درآمد مشکلاتتون 1,000,000 برابره، 1,000,000,000 درآمد مشکلاتتون خیلی خیلی بیشتره. درست برعکسه. هر دومون خوب میدونیم 1,000,000 که درآمد جواب 1,000,000,000 باید بدی و 1,000,000,000 که درآمد 1000 بار مسئولیتت بیشتره. اغلب آدما میگن دوست دارم رئیس خودم باشم. 70% آمریکایی‌ها دلشون میخواد رئیس خودشون باشن. به گفته آخر این نظرسنجی‌ها. اما نمیدونن چی کار کنن. چطور بهش برسن؟ اول میتونید یه تجارت فعال بخرید که البته اگه کسی تجارت فعالشو میفروشه باید بپرسید چرا. چون شاید کار دشواریه یا اونقدر پول در نمیاره. دوم میتونید یه امتیاز بخرید، ریسکش کمتره، سیستمش دست خودتونه اما البته گرونه. و سوم میتونید از صفر شروع کنید. و خب خیلی ها فکر میکنن من که توانشو ندارم، پول ندارم یا مثلا ایده خاصی ندارم، تخصصشو ندارم و یا اصولا امکاناتش موجود نیست که بتونم به نتیجه برسم و نمیتونم رفاه خانواده‌مو به خطر بندازم. خب چهارم میشه سرمایه گذاری کرد. خیلی ها تو این شهر سرمایه میذارن و سعی میکنن به جایی برسن، اما البته در این مورد هم باید زیرک باشید. درسته؟ مشارکت‌های انتفاعی که یکی از بهترین و پیچیده‌ترین انواع سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های تجاری معمولاً در یک مورد از 11 مورد موفق میشه. یعنی 10 تا از 11 مورد شکست میخوره. اغلبش اینطورن. ریسکش اینجاست. هر سرمایه‌گذار در مشارکت انتفاعی یکی از 15 تا یا 20 تا با خطر روبروه. تجارت کار ساده نیست. باید اعتماد به نفس داشت. باید مهندسین رو استخدام کرد. نیاز به طراح سیستم داره. بخش فروش و بازاریابی میخواد. به حسابداری نیاز داره. مجبورید بخش اداری و حقوقی داشته باشید. یه آدم متوسط مثل من وارد بازار میشه و میبینه مهارت‌های لازم برای راه اندازی تجارت رو نداره. به نظر من مسئله نهایی در مورد این 4 گزینه اینه که پول میخواد و گاهی هم خیلی زیاد نیاز به تخصص داره و البته زمان. تمام اینا به اضافه ریسک بسیار بالا برای اغلب افراد. من شرکتی از یکی دیگه خریدم، خیلی کار داشت و بعد به تدریج فکر کردم برای چی اینو خریدم. گمونم در نهایت فقط صاحب یه آدرس ایمیل شدم و کلی پول براش دادم. کسایی که کار خودشون رو راه میندازن پول زیادی خرج میکنن، وقت و زحمت زیادی میذارن تا کار را بیفته و هرچی روش سرمایه بذارن سخت‌تر میتونن به سود برسن. میتونم درصد موفقیت یه رستوران رو براتون مثال بزنم. خیلی جسورانه است. حدود 90% شکست میخوره. خب با چه سرعتی؟ یه سال کمتر. البته حرف رستوران غیر فرانچیزی نیست، منظور رستوران فرانچیزی. ولی خب دانشجوهای ما نمیتونن رستوران فرانچیزی بگیرن. دقیقاً. مثلا برای رستورانی مثل مکدونالد باید مدت طولانی برای شرکت کار کنید و اون وقت فرصت پیدا نمیکنید. اگرم باشه فرصت کمی. فرض کنید راهی وجود داشت که شما معیارهای اثبات شده و تایید شده رو داشتید، بازم میتونستید زندگی خودتون رو اداره کنین یا حتی هر دوتاشو. به عبارت دیگه لزومی نداشت چیزی رو از صفر شروع کنین. لازم نبود یه مدیر خلاق باشین.
بلکه کافی بود. مثلا اگه یک کالای شناخته شده وجود داشت دیگه لازم نبود کالایی معرفی کنید. یه سیستم تایید شده هم در اختیارتون بود. افراد آموزش دیده، همه چی به استثنای یه حسابکار. این تنها چیزیه که ندارید. فکر نمی کنید خیلی آدم حاضرن در چنین محیطی برای خودشون کار کنن؟ در جستجوی راهی بهتر برای گذران زندگی به این نتیجه رسیدیم، اینکه کارآفرین بودن در واقع ایمن‌تر از اینه که کارمند باشید و با نگاه به گزینه‌های کارآفرینی یک مسیر به خصوص و از دهان تمام کارشناسا مرتب شنیدیم. فکر میکنم برای اکثر مردم این مسئله جالبه، چون مسلماً یه روش تجاری غیر سنتیه. این روش میگه باید تجارت خود رو راه انداخت و از طریق ایجاد بازاریابی شبکه‌ای یک کارآفرین شد. بعضیا بهش میگن فروش مستقیم، چون محصول مستقیما از تولید کننده به مصرف کننده نهایی فروخته میشه بدون وجود واسطه. بعضیا بهش میگن بازاریابی چند سطحی یا MLM، چون کمیسیون در سطوح مختلف پرداخت میشه. رایج‌ترین اسم در حال حاضر بازاریابی شبکه‌ایه، چون بازاریابی شبکه‌ای بهترین تعریفش بهره‌گیری از گروه بزرگی از افراد مستقل و کارآفرینان مستقله که محصول یا خدمتی رو کارآمدتر ارائه میدن. راستش من و دوستم رابرت ترامپ مشوق راه اندازی صنعت بازاریابی شبکه‌ای بودیم. دلیل حمایت ما از صنعت بازاریابی شبکه‌ای اینه که واقعاً مثل مدرسه تجارت برای کارآفرین است، چون اغلب افرادی که فارغ التحصیل میشن دنبال دستمزدن. این وحشتناکه. من هرگز اینطوری پول در نیاورده بودم. فکر میکنم اگرم وجود نمیداشت باید اونو ابداع میکردیم، چون خیلی خوبه. به نظر من فروش مستقیم روش عالیه برای تجارت. امروزه ورود به این صنعت بسیار آسونه. شما میتونید رئیس خودتون باشید و در واقع یک کارآفرین باشید. وقتی میبینیم میلیاردرها یه شرکت بازاریابی شبکه‌ای و به شرکت‌های خودشون اضافه میکنن باید دقت کنیم. وقتی میبینیم افراد بسیار مشهور، نویسنده‌ها و تاجرای خیلی مشهور این صنعت رو توصیه میکنن باز باید دقت کنیم. شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای شرکت‌های 50 میلیون دلاری نیستن، با میلیاردها میلیارد دلار سر و کار دارن. بازار سهام رو هدایت میکنن و شرکت‌های بزرگی محسوب میشن. کی میخوای متوجه بشیم؟ یعنی درس خوندن برای دستمزد. اگه میخواید ثروتمند بشید کارآفرینی کنید و بازاریابی شبکه‌ای روحیه کارآفرینی رو به شما تزریق میکنه. یه شرکت سنتی 50% کل درآمدشو صرف بازاریابی میکنه. شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای دیدگاه متفاوتی دارن. به جای این همه هزینه بالای بازاریابی، از شبکه‌ای از تولید کنندگان مستقل استفاده میکنن که براشون بازاریابی کنن. چرا اونا این کارو میکنن؟ اولا چون تبلیغات اینترنتی امروزه بسیار موثرتر از تبلیغات سنتی رسانه‌ایه. در ثانی بعضی محصولات رو باید به مشتری نشون داد. یه بازاریاب مستقل این کارو بهتر از هر آگهی انجام میده. سوم، روشی کاملا کارآمده. شرکت تنها وقتی هزینه بازاریابی محصولشو میده که به فروش رفته و نه قبل از اون. فرض کنید آمازون به شما اجازه بده یه توزیع کننده مستقل باشید و 40% از درآمدشو به گروه توزیع کننده ها اختصاص بده. تنها کار شما به عنوان توزیع کننده توصیه یه محصوله و اگه یه مشتری اون از آمازون بخره، آمازون ترتیب کلیه عملیات پشتیبانی رو میده و شما به خاطر جذب مشتری پول دریافت میکنین. حالا تصور کنین شما به خاطر تمام خریدایی که اون مشتری در آینده انجام میده کمیسیون میگیرین. البته آمازون از این گزینه پشتیبانی نمیکنه، اما اغلب شرکت‌های شبکه‌ای این گزینه رو دارن. 85% از خریدها در جامعه ما بر اساس تعریف عموم یا شهرت صورت میگیره. ما مرتب به هم توصیه هایی میکنیم. مثلا دندان پزشکت کیه، دکترت کیه، وکیلت کیه، چه پودر شستشویی استفاده میکنی، از چه سیستمی بهره میگیری، چه محصولاتی رو میخری. ما راجع به این چیزهایی که دوست داریم به هر حال هر روز حرف میزنیم. وقتی وارد یه مغازه بزرگ خرده فروشی میشید، شانس میارید اگر فروشنده تو چشاتون نگاه کنه و حتی جزئیات و اطلاعاتی درباره چیزی که خرید میکنید بهتون بده. پس معلومه اطلاعات شخصی نوعی یادگیریه که از طرف دوست، همسایه، اقوام و یا حتی یه غریبه دریافت میکنیم که از اون محصول خاص تجربه‌ای داره و بسیار هم با ارزشه. راستشو بخواین هیچ روشی به مصرف کننده ها بیش از بازاریابی اطلاعات صحیح و مفید نمیده. مسلماً خیلی بهتر از تبلیغاته، چون در تبلیغات معمولاً نوعی اغراق وجود داره و فقط اطلاعات محدودی به شما میده. بنابراین بازاریابی شبکه‌ای بر تبلیغات ارجحیت. اگر شما یه شرکت فروشنده باشید که میخواد کالایی با ارزش 1 میلیون دلار رو بفروشه، ممکنه برید دنبال 100 فروشنده درجه 1.
سهم هر کدوم اونا چیزی حدود $10,000 در ماهه. بازاریابی شبکه‌ای از سیستم توزیعی برخورداره که اعداد رو جابجا میکنه. حالا 10,000 طرفدار با انرژی یک محصول خاص رو به کار میگیریم و میریم سراغ این فکر که هر کدومشون به تنهایی چقدر میفروشه. اگر هر کدوم 100 یا $200 در ماه بفروشه و 10,000 نفر هم باشن، اون وقت دارید ماهی 1 تا 2 میلیون دلار جنس میفروشید. این بهترین شکلیه که میتونم عملکرد بازاریابی شبکه‌ای رو توضیح بدم. این شعار بازاریابی شرکته. پولی به خاطر سفارش برگشتی هدر نمیره. پولی به خاطر انبار کردن محصولات در جایی هدر نمیره. کارمندانی نداریم که بدون داشتن مشتری بیکار بگردن. همه افراد در ارتباط با مشتری هستند. این شرکت ها به افراد اجازه میدن با هزینه بسیار پایین توزیع کنندگانی مستقل باشن. نه محدوده زمانی و نه سهمیه فروشی وجود داره. در اصل اونا صاحب کار خودشونن و میتونن به انتخاب خودشون بسیار زیاد و یا خیلی کم بفروشن. به عبارت دیگه توزیع کننده از تمام مزایای مالکیت تجاری سنتی بهره میبره، اما بدون ریسک. مزیت بازاریابی شبکه‌ای در حداقل انبارداری ریسک پایین و هزینه لازم اولیشه، چون تقریبا هر روش دیگه ریسک بالاتری داره. میتونید با حداقل وارد بشید. سیستمی دارید که از قبل تثبیت شده و کالاها و خدماتی که شناخته شده. حسن بازاریابی شبکه‌ای در اینه که فرصتی در اختیار توده ها میذاره که وارد کار بشن. ایجاد فرصت برای افراد متوسط که فاقد منابع لازم برای شروع کار خودشونن. تمام مسائل تا به حال بسیار شسته رفته گفته شد، اما البته بازاریابی شبکه‌ای مزیت دیگه‌ای هم داره و این مزیتیه که اونو برای کارآفرینان جذاب میکنه. بازاریابی شبکه‌ای به توزیع کننده امکان میده که شبکه خودشونو از توزیع کنندگان دیگری داشته باشن و بعد از طریق فروش کلی توسط آن گروه بهتون سود میرسونه. فروش مستقیم در اساس بسیار ساده است. در واقع فروش محصول یا خدمات به صورت رو در رو به افراده، همونطور که ما الان داریم صحبت میکنیم. البته یه عنصر مهمم وجود داره و اونم دادن یه فرصت همزمان با فروش محصول به افراده که بتونه چیزی برای خودش دراره. صرف نظر از موقعیت اجتماعیتون و صرف نظر از زبانی که صحبت میکنید، ببینید چه تعداد باور نکردنی از افراد موفق شدن. هر کدوم زبان خودشون رو حرف میزنن. چه موهبت فوق‌العاده‌ای رو به این افراد داده. به جای بالا رفتن در یک سیستم و ثابت کردن این که میتونید مدیر فروش باشید، با این نتیجه که هر کسی میتونه مدیر فروش باشه، هر کسی میتونه از روز اول یک گروه فروشنده جمع کنه و اونچه این مسئله وارد سیستم بازاریابی و فروش مستقیم کرده مفهوم مجتمع سازی یا پیشرفت هندسیه. چون الان شما میتونید نیروی فروش رو به سرعت افزایش بدید و هر کس افرادی رو جذب گروه فروش خودش میکنه. افرادی که میگن این خیلی غیر عادیه که من یه گروه داشته باشم، فکر میکنن توی شرکت معمولی چیکار میکنن؟ فکر میکنید یه شرکت معمولی چطور عمل میکنه؟ بازاریابی شبکه‌ای تنها صنعتیه که نمیگه گذشته شما آینده‌تون رو میسازه. به گذشته نگاه میکنه و میگه خیلی خوب، ما بهت آموزش میدیم که بتونی آینده موفقی داشته باشی. سایر صاحبکارا شما رو از طریق اونچه که بلدید استثمار میکنن و چیز جدیدی یادتون نمیدن. بازاریابی شبکه‌ای میتونه ایالات متحده و حتی دنیا رو نجات بده، چون به مردم یاد میده به جای کارمند شدن کارآفرینی کنن. به گفته انجمن فروش مستقیم، اگه درآمد تمام شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای دنیا رو جمع کنید، چیزی بیش از 178 میلیارد دلار در سال خرده فروشی میشه. برای اینکه حس کنید چقدر این مبلغ بالاست، باید بدونید لیگ فوتبال آمریکا NFL حدود 9 میلیارد در سال درآمد داره. صنعت موسیقی در سال کمی بیش از 16 میلیارد در میاره و صنعت فیلم هر سال حدود 80 میلیارد دلار درآمد کسب میکنه. با در نظر گرفتن یک قدر متوسط میبینیم شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای حدود 40% از درآمد 178 میلیاردی رو به عنوان کمیسیون به توزیع کننده ها پرداخت میکنن که به رقمی بیش از 71 میلیارد در سال بالغ میشه که تقریباً به 6 میلیارد دلار در ماه و حدود 200 میلیون دلار در هر روز میرسه. پس مطمئنا روش موفقیه و افرادم در بازاریابی شبکه‌ای درآمد خوبی دارند. با پیشرفت بازاریابی شبکه‌ای طی 15 سال گذشته شاهد درک وسیع‌تری از مطلب هستیم و می‌بینیم افراد بیشتر و بیشتری در این کار وارد میشن. بنابراین نفوذ ما در بازار و در نتیجه درک دیگران از هویت ما افزایش پیدا کرده و شاهد بودیم که شرکت‌های فروش غیر مستقیم دنبال روش فروش مستقیم هستن و فهمیدن که یه اتفاقی میفته. مردم دارن پول در میارن.
شرکت ها سوددهی پیدا کردن، افراد انگیزه دارن و محصول به سرعت وارد بازار میشه و شاید ما بهتر اینو تجربه کنیم. بعضیا فکر میکنن فقط افراد رده بالا پول در میارن. خب نگاهی هم به این مسئله میندازیم. در حرفه بازاریابی شبکه‌ای تقریبا حدود 500 نفر در دنیا هستن که سالانه بیش از 1 میلیون دلار درآمد دارن. اگه این عدد رو به سالی 2 میلیون دلار برسونید، در مجموع به سالی 1 میلیارد دلار بالغ میشه. این عدد پرداخت 71 میلیارد دلار پرداختی سالانه رو به 70 میلیارد کاهش میده. خب بقیه این مبلغ کجا میره؟ بخش اعظم اون نصیب افراد پاره وقتی میشه که درآمدی از چند صد دلار تا چندین هزار دلار در ماه دارن. در واقع نصیب افرادی میشه که بعد تصمیم میگیرن تمام وقت کار کنن و درآمد بیشتری داشته باشن. هر روزه مردم با پولی که از طریق بازاریابی شبکه‌ای کسب کردن بدهیشونو میدن، خوش میگذرونن و کیفیت زندگیشونو بهتر میکنن. همه افرادی که تو بازاریابی شبکه‌ای میشناسم از دهه 50 مشغول این کارن. هر وقت بخوان میرن سر کار، هر وقت بخوان با بچه‌هاشون صبحونه بخورن و برسوننشون مدرسه، دست از کار میکشن. وقتی برمیگردن خونه، کارو از همون جایی که ول کردن دوباره شروع میکنن. مهمترین چیزی که دیدم اینه که افراد در زندگیشون خیلی شادترن. بازاریابی چند سطحی احتمالاً میلیونرهای بیشتری رو در کشورهای بیشتری به وجود آورده. من خودم با اونا در 57 کشور صحبت کردم، در مقایسه با هر تجارت دیگه ای از اول تاریخ. اگه میخواستن انتخاب کنن که 10 سال آینده شغلی داشته باشن و یا در زمینه بازاریابی شبکه‌ای فعالیت کنن، نتیجه کار کردن از بازاریابی شبکه‌ای خیلی بهتر خواهد بود. خیلی از افراد در صنایع این کار رو انتخاب میکنن و بسیار هم با موفقیت روبرو میشن. بازاریابی شبکه‌ای چیزی نیست جز افرادی که هر دو میشناسیم و درگیرش بودن، به این خاطر که اونو جدی گرفتن و روش وقت گذاشتن و بسیار هم موفق بودن. در حقیقت مجموعه‌ای از ماجراهای موفقیت آمیز و مردمی که به خاطر این موفقیت پوزشو میدن. چه تعداد آدم مخالفن؟ تقریبا 16 میلیون آمریکایی و 96 میلیون در سراسر دنیا در حال حاضر در بازاریابی شبکه‌ای فعال هستند و در نظرسنجی اخیر 82% از اونا گفتن تجربه خوب، خیلی خوب یا عالی از این کار داشتن. پس همگی راضی هن. خب نگاهی دوباره به بازاریابی شبکه‌ای میندازیم و سعی میکنیم بفهمیم چرا خیلی‌ها نسبت به اعتبار این حرفه به عنوان تجارت تردید دارن. خب یکی اینه که این شکل هرمی واقعا مردم رو گیج میکنه و میگن دوباره از اون شرکت‌های هرمیه. به نظر من خیلی ازش متنفرن، اونایی که واقعا کارو درک نمیکنن و میگن وای اینم از اون برنامه‌های زود پولدار شدنه، یه شرکت هرمیه. خب تجارت در آمریکا هم شکلش هرمیه، یعنی به این شکله. این پایین هزاران کارشناس تجاریان که مثلا کارمند فوردن یا جنرال موتورز یا کوکاکولا. اگه تمام این کارشناسا میخوان برسن به این نقطه، پس یه هرمه. فقط یه نفر موفق میشه، هر 10 سال یک بار یکی موفق میشه. اما در بازاریابی شبکه‌ای مثل اینه، یعنی شما اینجایین و کار شما طوریه که میخواید سایر اعضا دنبال شما بیان، بنابراین یه هرمه برعکسه. بازاریابی شبکه‌ای روش بسیار ساده‌ایه. اگه چیزی بفروشید پول میگیرید، یعنی پرداخت بر اساس تولید. هیچ امتیازات اولیه‌ای نداره، هیچ جنبه سرمایه گذاری درش نیست که اگه کسی بیشتر خرج کنه بیشتر درآمد داشته باشه. پس این دو مورد کاملا با هم تفاوت دارن. مهم نیست شکل شرکت شما چطوریه یا روش پرداخت چیه، چه دایره باشه، چه هرم، چه مثلث و چه زوزنق، اهمیتی نداره. اگه پرداخت صرفاً به خاطر جذب افراد باشه، اون وقت مشکل دارید. از طرف دیگه اگه کاری روش پرداخت رو بر اساس افراد اما بر اساس فروش در نظر بگیره، با اینکه فروش از طریق جلب افراد صورت میگیره، اما شرکت شما کاملا قانونیه، هم از جنبه حقوقی هم از جنبه عملیاتی. یه مسئله مهم دیگه که در گذشته درست بوده اما دیگه الان حقیقت نداره اینه که افراد درگیر در بازاریابی شبکه‌ای محصولات زیادی داشتن که نمیتونستن بفروشن و در نهایت میباختن. یه مش محصول تو گاراژ بود، یه عالمه محصول دیگه تو آشپزخونه یا طبقات و جاهای دیگه. اونا فکر میکردن میتونن بفروشنش، اما خب ارادهشو نداشتن یا نمیتونستن بفروشنش و در نهایت محصولات زیادی روی دستشون مونده. روشی بود که شما حداقل میبایست 25,000 دلار کالا داشته باشید تا کمیسیون بهتری بگیرید. امروزه کارها همه با کامپیوتره، یه ایمیل از انبار میاد و لزومی نداره ذخیره کالا داشته باشید. یه لیست کامل وجود داره که بیشترش بر اساس کالاهای موجود و ذخیره است و واقعا موثره. یعنی تکنولوژی همه چیزو تغییر داده. مسئله سوم اینه که مردم حالا میگن
99% افراد از بازاریابی شبکه‌ای پولی در نمیارن. ما در این باره صحبت کردیم، در طول این برنامه حرف زدیم. تقریبا روزی 200 میلیون دلار پرداخت میشه به توزیع کننده ها در شبکه بازاریابی در سراسر دنیا. مسئله اینه که افرادی که میگن فایده نداره اونایی هستن که نمیدونن چطوری ازش بهره بگیرن و صرفاً یه نظر میدن. من بهتون میگم نظر رو با تخصص اشتباه نگیرید، چون نظر دادن راحته، و همینطور صداقت رو با حقیقت قاطی نکنید، چون افراد ممکنه صادقانه اشتباه کنن. این واقعیت بازاریابی شبکه‌ایه. بخش اعظم افراد درگیر در بازاریابی شبکه‌ای تبدیل میشن به مشتری و اون وقت میتونن محصول رو با قیمت خیلی پایین‌تر بخرن. مثلا کاستکو رو در نظر بگیرید. اگه کسی وارد کاستکو بشه و عضویتش رو قبول کنه، اون وقت میتونه محصول رو با قیمت پایین‌تری بخره. به چنین آدمی نمیشه گفت بازنده، چون یه مشت کالا خریده و با چهره خندان بیرون اومده. با این حال وقتی بعضیا درباره بازاریابی شبکه‌ای نظر میدن، میگن اونا از محصولات استفاده میکنن و هیچ درآمدی هم ندارن، پس حتما بازندن. ولی بازنده نیستن، مشتریان راضی ان. این وضع اکثر کسانیه که تو کار بازاریابی شبکه‌ای ان. اما درصد کمتری از اون افراد تصمیم میگیرن وارد تجارت بشن. ممکنه ماهی $300، 500، 1000 و یا $2000 درارن. این یه مبلغ معمولی در بازاریابی شبکه‌ایه و تعداد کمی هم که واقعا مسئله رو جدی میگیرن و واقعا یه شبکه بزرگ درست میکنن و اون شبکه رو به کارایی بالا میرسونن، اون وقت میتونن درآمد بالایی داشته باشن و هیچ حدی هم نداره. کار من به عنوان یه اقتصاددان بی‌طرف اینه که یه نگاهی به این کار و سایر کارها میندازم و میگم خب اصل قضیه اینجا چیه؟ 1% خیلی موفقن، 10% درآمد اضافی به دست میارن، اونم با ریسک و زحمات خیلی کم، و تقریبا 90% افراد تبدیل میشن به مشتری. یه مسئله که به نظرم در مورد برداشت مردم از بازاریابی شبکه‌ای واقعیه اینه که مردم و حتی توزیع کنندگان درگیر در بازاریابی شبکه‌ای هم مسئولش هستن. اینه که گاهی حتی ادعاهای غیر واقعی میکنن، چه راجب محصول و چه راجب درآمد. اغلب افرادی که توزیع کننده میشن به پول نیاز دارن و میخوان موفق باشن، اما مهارت لازمو ندارن، نمیدونن چی کار کنن، و وقتی آدم نمیدونه چی کار کنه و وارد کار جدید شده باشه میترسه، و وقتی میترسه مضطرب میشه و به نحوی سردرگمی و ناامیدی پیدا میکنه. بنابراین فکر میکنه با هر کسی حرف میزنه و باید اونو درگیر کنه. مثلا اگه من به شما حرف بزنم و بگی نه من وقتشو ندارم، من میگم نه من بهت احتیاج دارم، باید این کارو بکنی وگرنه موفق نمیشم. پس شروع میکنم که به دست و پات بیفتم و دلیلش فقط ناامیدیه. بنابراین شروع میکنم به ادعاهای غیر واقعی درباره محصول که درست نیست و احتمالاً حتی حقیقت نداره. مثلا میگم بذار نشونت بدم چطور میتونی پول در بیاری، در حالی که تو هیچ علاقه ای نداری، و در نتیجه فرصت رو کاملا اشتباه معرفی میکنم و آدم اصرار میکنه به مردم چون فکر میکنه باید همه موفق بشن و این اصلا درست نیست. یکی از پیام‌هایی که من سعی میکنم به دیگران منتقل کنم، به خصوص به شرکت‌ها و فروشنده‌های درگیر در فروش مستقیم، اینه که نباید قول زیادی بدید. واقعیت در بازاریابی شبکه‌ای اینه که زحمات زیادی داره، سعی و کوشش لازمه، باید خودتون رو برای کار تجاری آماده کنین و نیاز به وقت داره، اما به نظر من خیلی بهتره. بی اندازه بهتره، به خصوص برای آدمای امروز در مقایسه با حتی 5 سال پیش. به نظر من الان بیشتر پذیرفته شده. مردم میفهمن که واقعا یه تجارته و کارآفرین در واقع صاحب کاره. نظام باورهای ما ریشه در ارزیابی مسائل داره و هرچه ما بیشتر شرایط رو ارزیابی کنیم، باورمون درباره شرایط بیشتر عوض میشه. صنعت تغییر و رشد کرده و کاملا متحول شده. امروز افراد جوان با رسانه‌های اجتماعی بزرگ شدن و مفهوم شبکه‌ها رو درک میکنن و میفهمن مردم چطور از طریق تکنولوژی با هم مرتبط میشن و میفهمن پول چطور در شبکه‌ها در جریانه. بنابراین در برخورد با بازاریابی شبکه‌ای برداشتشون مثل واردینشون نیست. ما یاد گرفتیم مثل صنایع بزرگتری که شما میگید از نقایص و اشتباهات گذشته چیز یاد گرفته. در گذشته به طور مستقیم کار نمی‌کردن، اما حالا عادت کردن. وقتی یه برنامه کامپیوتری طراحی میکنن، اول طراحی میکنن و بعد راه اندازی، اون وقت برمیگردن و ایراداتشو میگیرن. ایراد صنایع بازاریابی چند سطحی گرفته شده. الان دوره حضور مجازیه، باید بتونید با تلفن همراه کارتون رو کنترل کنید و این مسئله باور نکردنی. شرکت‌ها زیرک‌تر شدن، برای حمایت از مشتری فعال‌ترن.
از آموزش‌های تطبیقی بیشتری بهره می‌گیرند. در مورد تحقیق در باب محصول جدی‌تر شدن. اگر درگیر بشید و برای خودتون حتی داوطلبانه کالاهای ذخیره بخرید و بعد بفهمید این کار به دردتون نمیخوره، میتونید برید و اون کالا رو دوباره به شرکت بفروشید. هیچ شغل دیگه‌ای چنین امنیتی رو بر اساس میل و روش شما در اختیارتون نمیذاره. اگه تصمیم دارید برای درآمد بیشتر برای خانوادتون مطالعه بیشتری در زمینه بازاریابی شبکه‌ای انجام بدید، توصیه میکنم این 4 نکته را مرور کنید. اول، نوع محصول یا خدمات. در مورد محصول یا خدمات 5 سوال مهم وجود داره. 1. ازش خوشتون میاد؟ آیا چیزیه که میتونید راحت به دیگران توصیه کنید؟ 2. آیا بازار نیازی به اون داره؟ اگه نیازی وجود نداشته باشه به سختی میشه ایجادش کرد. 3. آیا محصول جوابگوی اون نیاز هست؟ آیا گره‌ای رو از مشکل مشتری باز میکنه؟ و 4. قیمت فروشش مناسبه؟ میتونه در بازار رقابت کنه؟ و 5. آیا سوددهی داره؟ آیا حاشیه مناسبی برای شرکت و توزیع کننده وجود داره که بتونه در دراز مدت درآمدی تولید کنه؟ اگه تونستید به این سوالات درباره محصول یا خدمات با رضایت پاسخ بدید، نکته بعدی که در نظر میگیرید خود شرکته. خوب اداره میشه؟ آیا به مؤسسین و تیم مدیریتی اون اعتماد دارید؟ فکر میکنید توانایی انجام کار در شما هست؟ ببینید، اگه مدیریت نتونه شرکت رو خوب اداره کنه، کیفیت خود کالا چندان اهمیتی نداره. مدیریت خوب با زمان تغییر میکنه، سختی‌ها رو تحمل میکنه و تصمیمات خوبی میگیره. حتما شرکتی انتخاب کنید که مدت درازی به شما خدمات بده. سومین نکته که باید در نظر گرفت طرح بازپرداخته و در اینجا باید به 3 مورد توجه کرد. اول، آیا یه آدم تازه کار میتونه به سرعت درآمد کسب کنه؟ شاید نیاز به توضیح نباشه، اما احتمالا میتونید تصور کنید که درگیر شدن سایر افراد چطور میتونه به سرعت تأثیر مثبت داشته باشه و میتونه در موفقیت کلی شرکت شما تأثیر بذاره. دوم، فرد باید بتونه در مدت زمانی معقول درآمدی متوسط و پاره وقت به دست بیاره. با توسعه شبکه و رشد فروش فرد باید سود بیشتری کسب کنه. و سوم، برای آدمایی که واقعا جدی‌ان، برای اونایی که میخوان در بازاریابی شبکه‌ای حرفه‌ای باشن، باید این امکان باشه که بتونن درآمد خوب تمام وقت به دست بیارن، البته با زحمت فراوان برای دستیابی به مهارت‌های لازم. اگه شما از محصول، شرکت و روش‌های پرداخت راضی باشید، آخرین نکته‌ای که باید توجه کنید پشتیبانیه که از شما خواهد شد. آیا شرکت وبسایت داره؟ آیا ابزار ثابت آنلاین برای گزارش‌ها داره؟ آیا برنامه آموزشی مناسب برای دوره‌های مختلف داره که به کار شما کمک کنه؟ اگه تصمیم به این کار گرفتید، از چه سیستم پشتیبانی میتونید استفاده کنید؟ انتخاب شرکت بازاریابی شبکه‌ای یه تصمیم شخصیه. اما ارزیابی 4 نکته یعنی محصول، شرکت، طرح بازپرداخت و پشتیبانی مهمترین مسئله برای شروع کاره. اگر شرکت قول بده که سریع پولدار میشید و یا بدون کوشش زیاد پول زیادی در میارید، یه علامت بده. آیا محصولی داره که به نظر شما قابل فروش باشه؟ یا اینکه آیا فروشنده ها و افرادی که میخوان بهتون کار بدن و یا حتی خود شرکت بهتون میگن نگران محصول نباش، تو فقط بقیه رو بیار تو این کار؟ بازم بده، یه طرف است. اگر اینو گفتن، 2 باره یا حتی 3 باره بررسی کنید. باید مشتری ها، محصولات و کار رو بشناسید، به موفقیت برسید و ببینید فرصت ها در شرکت جدید شما رو به کجا هدایت میکنه. باید اینو فهمید که چقدر درباره آموخته های من از طریق آموزش و توسعه اهمیت میدن. آیا امکان رشد وجود داره؟ مهمترین سوال اینه. تا میتونید درباره محصول یاد بگیرید، مطمئن بشید بهش باور دارید و هرچه میتونید درباره این صنعت یاد بگیرید و با سیستم کنار بیایید. باید نسبت به فعالیت اون شرکت علاقه‌مند باشید. من اول وارد میشم. آدم همیشه میتونه هر چیزی رو امتحان کنه، هر محصول، خدمات یا مجموعه رو. بعد کارو به عهده بگیرید. اگه خوب بود اون وقت بیشتر درگیر بشید. این بنای یاد بوده لینکلنه و اینجا محلیه که مارتین لوتر کینگ سخنرانی معروف رویایی دارم و بیان کرد و در اون سخنرانی از رویای خودش گفت، از برابری برای همه مردم دنیا، رویایی شرافتمندانه. اما به نظرم مردم باید دورانی رو به خاطر بیارن که بچه بودن و رویاهاشون هنوز زنده بود و واقعیت اونو نابود نکرده بود. مسائلی مثل دستمزد و حقوق، انواع مسئولیت ها و تحمل شغلی که فقط مخارج رو بدن.
فکر کنم مردم باید اونو به خاطر بیارن، برگردن به اون رویا. وقتی بدونن راه بهتری وجود داره، اون وقت آینده بهتری خواهند داشت و بهتر زندگی خواهند کرد. پس اگه قصد دارید وارد یه شرکت بازاریابی شبکه‌ای بشید، بذارید فقط چند نصیحت بهتون بکنم. اول، بازاریابی شبکه‌ای بی‌نقص نیست. کاری احساسی و چالش برانگیزه و مثل هر حرکت برای کارآفرینی میتونه فراز و فرود داشته باشه. اما اگه حس کارآفرینی داشته باشید، خیلی بهتره. دوم، اگه شروع میکنید، سعی کنید حرفه‌ای باشید. تصمیم بگیرید برید جلو. این کار خیلی بهتره تا اینکه مثل آماتورها فقط نوک پاتون تو آب باشه. سوم، مثل هر حرفه‌ای باید مهارت جدید یاد بگیرید. اون وقت بهتون قول میدم وقتی وارد حرفه بازاریابی شبکه‌ای شدید براتون سخت نخواهد بود. چهارم، مثل هر چیز با ارزشی مدتی زمان میبره. توقع نداشته باشید از همون اول کار همه چی رو بلد باشید. و پنجم، ارزششو داره. ارزش داره که بتونید دوباره مسئول زندگیتون باشید. ارزش داره که بتونید وضعیت مالی خودتون رو کنترل کنید. ارزش گذراندن وقت با افرادی رو که میشناسید داره و ارزش چیزایی که میبینید و اون چی رو که تجربه میکنید داره. ارزش هدفهایی رو که وقت روش میگذارید داره. زندگی هایی که روش تاثیر میذارید و مشتریانی که بهشون کمک میکنید و دوستی هایی رو که ایجاد خواهید کرد. بهتون قول میدم ارزش داره. یادتون باشه اکثر آدم ها درست مثل شما به دنبال پاسخهایی هستن. اما باید نکته منفی در بازاریابی شبکه‌ای رو بهتون بگم. اگه نکته منفی باشه باید به این شکل ببینید. از یه دیدگاه احساسی مردم ممکنه بگن این غیر ممکنه حقیقت داشته باشه. البته کار دشواریه. اما نکته منفی اینه اغلب مردم هنوز اونو درک نمیکنن. بنابراین باید تحمل از دست دادن احترام جامعه رو در برابر افراد نامرتبط داشته باشید. آدم بی‌سواد شما رو تحقیر میکنه. اگه بتونید اینو تحمل کنید موفق میشید. اما اگه قرار نابودتون کنه، اون وقت احتمالاً کارآفرینی به طور کلی در آینده شما جایی نخواهد داشت. اگه بتونید با این نکته منفی روبرو بشید، چیزی مانعتون نخواهد شد. میخوام کسانی که تو کار بازاریابی شبکه‌ای نیستن اینو بفهمن. شما یه شغل دارید، احتمالاً وام خونه و بدهی و یا اجاره دارید. به هر حال هر وضعی که باشه انگار زندانی هست. شما اونقدر زحمت میکشید که نذارید اخراجتون کنن و اونا اونقدر بهتون پول میدن که حوس استعفا نکنید. خدای من در این شرایط بودم فقط میتونستم با پول اضافه یه تیشرت بخرم. در بازاریابی شبکه‌ای اگه شکست بخورید دلیلش رو باید از خودتون بپرسید. نمیتونید کسی رو سرزنش کنید. هیچ بهانه‌ای ندارید اگه موفق نشید. مهم نیست. کسی دوست نداره اینو بشنوه، اما اونقدر آزادی دارید که اگه میخواهید بازاریاب شبکه‌ای خوبی باشید، شاگردی افراد ارشد رو بکنید. همراه افرادی باشید که هم سطح شبان و آموزگار پایین دستی‌ها باشید. خودتون میفهمید کی باید چیکار کنید. مردمی که خجالت نمیکشن از دیگران بخوان چیزی بخرن و یا ترس ندارن از اینکه جواب منفی اونا رو بشنون، آینده متعلق به اوناست. هیچ اتفاقی نمیفته مگه تکون بخورید. پس بعد تکون بخورید، بعد کاری کنید، وگرنه زندگیتون هیچ تغییری نمیکنه. در ابتدا باید کارایی کنید که پولی به خاطرش نمیدن، اما در ادامه راه برای خیلی از کارایی که نمی کنید پول میگیرید. شغل آدم بستگی داره به روحیش و روحیه کارآفرینی در همه هست. باید زندش کرد. یا جواب محکم مثبت میگیریم یا جواب منفی، اما هیچ عذر و بهانه و لوسبازی در کار نیست. هم رویا هست هم کابوس، اما به نظر من بزرگترین کابوس ها اینه که رویای خودتون رو دنبال نکنید. در این حرفه شاهد رشدی مثال زدنی خواهید بود. انسان زمان بسیار هیجان انگیزی رو در حرفه بازاریابی شبکه‌ای تجربه میکنه. در 10 سال آینده به نظر من رشدی تصاعدی پیدا میکنه. وقتی اون دوره سر برسه دیگه از کسی نمیپرسید که آیا چیزی از بازاریابی شبکه‌ای شنیدی؟ فقط ازش میپرسی تو چه شرکتی داری رفاه خودتو تأمین میکنی؟ شما اومدید زندگیتون رو درست کنین، روابطتون رو با دیگران اصلاح کنین تا اونا زندگیشون رو درست کنن و بهترین پاداش برای یک کارآفرین در هر سطحی حاصل آموزش چیزی به دیگران و شاید موفقیت اوناست. پاداشی بالاتر از این نیست. زندگی خیلی کوتاهه برای اینکه به جای رویای خود رویای دیگران رو بسازیم. کوتاه‌تر از اونه که بخوایم فقط با بخشی از توانایی هامون زندگی کنیم. آیا کارآفرین بودن گاه چالش برانگیزه؟ البته. اما در عوض پاداشتون اینه، مال خودتونه.
شما اونو ساختید، شما اونو خلق کردید و شما باعث شدید به وجود بیاد. این بادکنک نمادی از رویای شما، نمادی است از کارآفرینی. امیدوارم همه شما دست دراز کنید و اونو بگیرید. انتخابش با شماست.